سانسور که بیایم بگیم آقا وضعیت کشور به این صورت، دلار و یورو قیمتش واقعیش اینه. آیا با این قیمت های نجومی که ما داریم میبینیم شما این وضعیت دلار رو به چه قیمتی میبینید واقعیش؟ و اینکه این روند تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه با این شگرد که و موفقم نشدن که اون 40 میلیارد دلاری که تو تمام خونه های ایرانیا دلارایی که هست و نتونستن بکشن بیرون به چه صورتی هستش؟ تا کی این روند ادامه داره؟ ببینید، من در زمانی که در ارتش بودم یک دوستی داشتم که شکارچی بودن ایشون. این آقایی که شکارچی کبک بودن برای من توضیح میداد که وقتی ما میریم توی کوه و دشت برای شکار کبک یه تابلو رنگی میذاریم از رنگ‌های مختلف و کبک‌ها میان و مجذوب تماشا و نگاه کردن نمیشن و دیگه هیپنوتیزم میشن، هیچ جای دیگر رو نمیبینن و ما به راحتی اونها رو شکار میکنیم. این بالا و پایین کردن ارزها، قیمت‌ها، این بازی‌های سیاسی، خبرهای راست و دروغی که به صورت ممتد در میان هم برای سردرگمی و گیج کردن فضای سیاسی جامعه ارائه میدن برای اینکه مردم جامعه رو از تشخیص یک راه درست بدارن، تنها و تنها همون روش شکارچی در شکار کبک هست. برای اینکه مردم ایران سرگرم نگاه کردن این تابلوهای بالا و پایین ارزها بشن، بالا و پایین قیمت‌ها بشن و اینها به راحتی در پشت این زمینه بتونن هر بلایی که میخوان بر سر اقتصاد، بر سر سیاست، بر سر اجتماع و فرهنگ این مردم و تاریخشون بیارن. یعنی منبع و مأخذ و هدف اینها در پشت زمینه این هست و بیش از این نیست.